خب سلام خدمت همه دوستان عزیز. حسین قصالی هستم از مارال سافت. توی در واقع گوگل شاید بارها به این در واقع موضوع برخورد کردین که وقتی اسم یک مجموعه، شرکت یا برند رو وقتی سرچ میکنید به این شکل لوکیشن اون کسب و کار هم کنار صفحه سمت راست صفحه توی حالت در واقع دسکتاپ و توی حالت موبایل بالای صفحه لوکیشن اون کسب و کار براتون نشون داده میشه. یا اینکه وقتی توی خود در واقع نقشه گوگل یکی از در واقع دسته‌بندی های در واقع محصولاتتون یا خدماتتون یا اسم محصولتون رو حتی سرچ میکنین، مثل در واقع من که کفش چرم زنانه سرچ کردم، یک سری مراکز رو به عنوان در واقع ارائه دهنده اون محصول یا خدمات گوگل داره به من پیشنهاد میده. خب ما چطوری میتونیم کسب و کار خودمون رو توی گوگل مپس و بقیه پلتفرم ها ثبت بکنیم؟ توی این ویدیو میخوایم به صورت کامل راجع به این موضوع صحبت بکنیم و کسب و کارمون رو توی پلتفرم های در واقع لوکیشن محور مثل گوگل مپ، اسنپ و بقیه پلتفرم ها در واقع ثبت بکنیم. بهتون قول میدم این کامل ترین آموزشی هستش که توی این زمینه در واقع نیازه که ببینید و بعد از این سراغ هیچ ویدیو آموزش دیگه ای نمیرید. ثبت کردن لوکیشن خیلی کار راحتیه، یعنی خیلی راحت تر از اون چیزی که فکرشو بکنید، ولی چند تا نکته کلیدی داره که ازتون درخواست دارم که تا انتهای این ویدیو با ما همراه باشید که در واقع این نکات رو با هم پیش ببریم. خب برای اینکه کسب و کار رو یا حالا لوکیشن بیزینس خودمون رو توی در واقع گوگل ثبت بکنیم، در مرحله اول باید وارد خود سایت گوگل مپ بشیم. توی گوگل به فارسی یا انگلیسی سرچ بکنید گوگل مپ، روی اولین نتیجه که کلیک بکنید در واقع سایت گوگل مپ براتون باز میشه. خب اینجا ما به دو صورت میتونیم در واقع مکان خودمون رو پیدا بکنیم. یکی اینه که در واقع به صورت زوم در واقع پیدا بکنیم، کشور ایران رو پیدا میکنیم و حالا اون نقطه‌ای که توش هستیم رو پیدا بکنیم. حالا روش دوم که خیلی راحت تر هم هستش، مثلا ما فرض رو بر این میگیریم که لوکیشن ما جایی نزدیک میدون فردوسی. خب اسم اون لوکیشن معروف رو ما سرچ میکنیم، مثلا میدون فردوسی توی تهران. خب سرچ میکنیم این میدون فردوسیه و با فرض بر این که مثلا لوکیشن ما اینجا هستش، تو این قسمت در واقع اینجا هستش، در واقع مراحل ثبت رو با هم پیش میبریم. خب دوستان یه چند تا نکته میخوام بگم قبل از اینکه اصلا شروع به ثبت لوکیشن بکنیم. ببینید شما با هر اکانتی که در واقع توی گوگل لاگین باشین، جیمیل منظورمه، لاگین باشین، میتونید کارهای ثبت لوکیشن رو پیش ببرید. منتها بهتره که از اکانت هایی استفاده بکنید که بهشون میگن اکانت لوکال گاید. اکانت لوکال گاید چیه؟ به صورت خیلی خلاصه خدمتون توضیح بخوام بدم، اکانت لوکال گاید به اکانت هایی گفته میشه که فعالیت بیشتری توی گوگل مپ انجام دادن. فعالیت چیه؟ مثلا مثل ثبت لوکیشن، نظر دادن، ارسال عکس و مواردی از این قبیل. گوگل بابت هر یک از این اقداماتی که شما با اون ایمیلتون انجام میدین یک امتیازی در نظر میگیره و وقتی در واقع شروع به فعالیت با اکانتتون میکنید، یعنی لوکیشن های متعددی ثبت میکنید، نظر میدید توی لوکیشن های مختلف و حالا تصاویر متعددی آپلود میکنید توی گوگل مپ، گوگل به شما امتیاز میده و بر اساس این امتیاز شما هر موقع فعالیتی انجام بدین با اون اکانتتون اولویت بالاتری دارید نسبت به اکانت هایی که از شما پایین ترن. در حال حاضر اکانت های لوکال گاید رتبه بندی شدن بین 1 تا 10، یعنی بالاترین لولی که در حال حاضر داریم اکانت لول 10 هستش. خب شما
برای اینکه کسب و کارتون رو در واقع ثبت بکنید نیاز به اکانت های لول بالا ندارید و با همون اکانت خودتون هم میتونید انجام بدید. منتها اگر در واقع با اکانت های لوکال گاید انجام بدین خیلی راحت تر این پروسه طی میشه. یعنی شاید یکی دو بار نیاز باشه که شما در واقع لوکیشنتون رو ثبت بکنید توی گوگل مپ که گوگل در واقع اکسپت بکنه، بپذیره و نشونه همه کاربرا بده، ولی با اکانت و حالا مثلا چند ساعت هم طول بکشه، ولی با اکانت لوکال گاید خیلی راحت تر این پروسه طی میشه و بعدا هم خواستید ویرایش بکنید خیلی سریعتر این پروسه طی میشه. خب این نکته‌ای بود که در رابطه با ثبت لوکیشن اصلا با چه اکانتی ثبت بکنیم بهتره. پس تا اینجای کار متوجه شدیم که اگر اکانتی دارید که قبلا باهاش لوکیشن ثبت کردید، قبلا باهاش نظر دادید جایی، اولویتتون رو بذارید رو اون و با اون اکانت در واقع لوکیشن خودتون رو ثبت بکنید. خب ما پس وارد سایت گوگل مپ شدیم، لوکیشن خودمون رو پیدا کردیم، راست کلیک میکنیم و یک گزینه‌ای برامون میاد اینجا نوشته که add a missing place. فارسیش هم در واقع میشه افزودن یک مکان جا افتاده. روی این گزینه کلیک بکنیم یک سری فیلدها رو باید پر بکنیم، مثل اسم کسب و کار خودمون، کاتگوری یا دسته‌بندی اون در واقع هیته‌ای که توش هستیم و حالا اگر در واقع آدرس رو اینجا میاره که اگر دقیق نباشه بهتره که مثلا اینجا اضافه بکنیم. مثلا ما اسم کسب و کارمون رو میذاریم باتری فروشی حسنی مثلا. خب اینجا حالا نیاز نیستش که دقیق ترین دسته‌بندی رو اضافه بکنید. حالا مثلا یک باتری من سرچ میکنم ببینم مثلا همچین چیزی هست یا نه. خب باتری استور همون فروشگاه باتریه، مثلا همون رو اضافه میکنید. یا اگر حالا اسم در واقع نوع کسب و کارتون رو سرچ بکنید معمولا میتونید راحت پیدا بکنید، مخصوصا حالا اگر در واقع با فارسی راحت تر بودید به این شکل. مثلا اگر فروشگاه شما خدماتی، از قسمت خدمات میتونید انواع خدمات رو ببینید و نزدیکترین خدمات رو به کسب و کار خودتون رو اضافه کنید. یا اگر کسب و کار شما حالت فروشگاهیه میتونید فروشگاهی که نزدیکترین حالت به در واقع بیزینس شما هستش رو انتخاب بکنید. حالا این فارسیش بود، اینم انگلیسی، هیچ فرقی نداره. بعد اینکه در واقع اضافه کردید دسته‌بندی کسب و کارتون رو، یک سری دیتیل بیشتر، یک سری اطلاعات بیشتر هم در واقع میتونید وارد بکنید و هم میتونید با همون در واقع اطلاعاتی که تا الان وارد کردید پروسه ثبت رو پیش ببرید و اطلاعات بعدی رو توی مرحله بعدی انجام بدید. ولی پیشنهاد من اینه که همه موارد رو تو همین مرحله وارد بکنید. بقیه موارد میشه ساعت کاری، در واقع اطلاعات تماستون، وبسایت اگر دارین، عکس اگر در واقع از فروشگاهتون دارید. دوستان عکس خیلی مهمه، عکس یونیک، عکس منحصر به فرد. مثلا اگر فروشگاه فیزیکی دارین عکس از داخل مغازه، عکس از سردر مغازه حتما بگیرید و توی قسمت اد فوتوز کلیک میکنید و حالا عکسی که مد نظرتون هست رو آپلود میکنید. این خیلی مهمه و خیلی کمک میکنه به سریعتر در واقع ثبت شدن کسب و کار شما. بعد اینکه این اطلاعات رو وارد کردید این گزینه سابمیت رو میزنید و میره برای ثبت. معمولا بین 1 ساعت تا چند ساعت بعدش، بسته به اینکه با چه ایمیلی بخواید اون کسب و کار رو ثبت بکنید، زمان میبره که یک همچین ایمیلی از سمت خود گوگل برای شما میاد و نتیجهش اگر به صورت اکسپت بود، یعنی اون کسب و کاری که شما ثبت کردید توی گوگل ثبت شده. یه توضیح
در واقع داخل پرانتز بخوام خدمتون بدم، ثبت شدن در واقع لوکیشن شما توی گوگل مپ به این معنی نیستش که شما وقتی در واقع کسب و کارتون رو سرچ میکنید حتما لوکیشن اینجا بلا فاصله نشون داده بشه. یه مدت زمان میبره. یعنی شما بعد اینکه ثبت کردید و یک همچین ایمیلی براتون اومد، خب اگر در واقع توی گوگل، خود گوگل مپ، اسم کسب و کارتون رو سرچ بکنید، مثلا اسم این کسب و کار رو من سرچ میکنم، اینجا توی در واقع گوگل مپ برای من میاره. ولی اینکه آیا من وقتی این کسب و کار رو اسمش رو توی گوگل هم سرچ میکنم در واقع لوکیشنش بیاد، این ممکنه بین 2 تا 1 هفته زمان ببره. پس در واقع حساسیت بیش از حد لطفاً به خرج ندین و دوباره درخواست ثبت لوکیشن ندید و اجازه بدید که خود گوگل بعد چند روز در واقع لوکیشن شما رو توی نتایج گوگل نشون میده، منوط به این که شما حتما باید وبسایت داشته باشید و اگر وبسایت داشته باشید نقشه شما کنار در واقع توی صفحه سرپ گوگل توی این قسمت سمت راست تصویر نشون داده میشه. خب یه نکته مهم که بخوام خدمتون عرض بکنم اینه که یه اشتباه خیلی رایجی وجود داره و دوستان فکر میکنن که وقتی کسب و کار رو توی گوگل ثبت کردن نقشش رو، به صورت خودکار توی بقیه پلتفرم ها هم ثبت میشه، یعنی مثل اسنپ یا بقیه در واقع پلتفرم ها. این برای بیزینس های خیلی بزرگ، برای برند های مطرح شاید کاربرد داشته باشه، یعنی خود در واقع نرم افزار اسنپ بره اون لوکیشن رو شناسایی بکنه و توی نقشه خودش نشون بده. ولی توی در واقع بیزینس های حالا یه مقدار کوچیکتر در واقع حتما نیازه که ما خودمون به صورت دستی بریم ثبت بکنیم. مثلا ما توی در واقع اپلیکیشن اسنپ اگر که بخوایم در واقع آدرس خودمون رو داشته باشیم، مثلا من میخوام یک اسنپ بگیرم، خب لوکیشنی که میخوام برم اونجا بلوبرگر هست مثلا. خب این بلوبرگر به صورت دستی اومده ثبت شده و ما هم اگر بخوایم نقشه در واقع کسب و کارمون توی اسنپ ثبت بشه، حتما نیازی که به صورت دستی بیایم این موضوع رو در واقع انجامش بدیم. خب پس ما الان تا به اینجای کار توی گوگل مپ نقشه خودمون رو ثبت کردیم، آدرس کسب و کار خودمون رو ثبت کردیم و اگر که اطلاعات به درستی وارد شده باشه گوگل اکسپت میکنه، تایید میکنه و در مرحله اول توی خود وبسایت گوگل مپ نشون میده و بعد از چند روز توی خود وبسایت در واقع خود صفحه سرپ گوگل لوکیشن رو نشون کاربرا میده، لوکیشن و اطلاعات تماسی که وارد کردیم. خب چند تا نکته من بخوام بگم، بعد اینکه لوکیشن رو ثبت کردید حتما در واقع برید برای کسب و کار خودتون ریویو بذارید یا نظر بذارید. لوکیشن خودتون رو در واقع توی گوگل مپ سرچ بکنید، حالا فارسیش میشه به این در واقع مروری بنویسید میشه حالا معنی تحت لفظیش، به انگلیسی هم میشه در واقع add a review. add a review رو بزنید. البته این کار رو باید با اکانت های جیمیل دیگه انجام بدید، نه با اکانتی که لوکیشن رو باهاش ثبت کردید. این نکته خیلی مهمیه و ترجیحاً با دستگاه های دیگه ای انجام بدید. یعنی حتی اگر روی موبایل خودتون ایمیل دیگه ای دارید، با موبایل خودتون این کار رو انجام ندید. با در واقع حتی توی اون لوکیشنی که هستید همین کار رو انجام ندید. اینا حالا نکاتیه که تجربی در واقع ما بهش رسیدیم. از دوستان خودتون، حالا اعضای خانوادهتون که مثلا حالا تو اون لحظه که میخوان ثبت بکنن تو اون لوکیشن نیستن، بخواید که براتون توی در واقع گوگل مپ ریویو بذارن، نظر بذارن، سوال بپرسن
و چون این باعث میشه که در واقع رفته رفته این پروسه نشون دادن نقشه توی صفحه سرپ گوگل، یا اینکه وقتی یک کاربری در واقع یکی از دسته‌بندی های یا محصول یا خدمات شما رو توی گوگل سرچ میکنه، خیلی سریعتر نشونه کاربرا داده میشه. این پروسه سریعتر طی میشه با افزایش در واقع تعامل بین کاربرا. پس شما تو ابتدای کار که کسی نمیدونه لوکیشن شما ثبت شده، پس باید به صورت دستی این کار رو انجام بدید و برای اینکه گوگل شک نکنه که در واقع شما به صورت دستی خودتون دارید برای خودتون ریویو میذارین، باید با همون موبایل نباشه، همون آی پی نباشه. و حالا همون آی پی نباشه به این معنیه که با همون اینترنت نباشه، یعنی همگی با اینترنت خونه یا شرکت در واقع نظر نذارین و حالا با اکانت های دیگه این کار رو انجام بدید. دوستان یه نکته‌ای که من فراموش کردم خدمتتون توضیح بدم اینه که حالا توی کامنت ها و در واقع مواردی که خیلی با ما مطرح میشه اینه که ما کسب و کارمون رو قبلا توی گوگل مپ ثبت کردیم، جامون عوض شده، حالا قبلا یه خیابون بودیم الان اومدیم یه محله اینورتر بالاتر، یا حالا اصلا کلا شهر رو عوض کردیم. مهم نیست. شما اگر لوکیشنتون عوض شده باشه، حتی یه کوچه اینور اونور، اصلا مهم نیست. کافیه که در واقع اسم کسب و کارتون، اسمی که تایید شده قبلا، سرچ بکنید و حالا اگر که منوی گوگل مپتون فارسی هستش، در واقع به صورت انگلیسی هستش، میشه ساگست ان ادیت، یعنی پیشنهاد یک ویرایش. و حالا اگر که فارسی باشه پیشنهاد ویرایش، روش کلیک میکنید و حالا هر موردی که بخواید تغییر بدین، حالا اگر که بخواید در واقع حالا اسمش رو تغییر بدین، روی اسم کلیک میکنید. بخواید که در واقع آدرس رو تغییر بدید، روی این آیکون لوکیشن کلیک میکنید و لوکیشن رو ویرایشن نقشه رو میزنید و لوکیشنی که در حال حاضر توش هستید رو کلیک میکنید و ارسال رو میزنید. و با توجه به حالا با اکانتی که در واقع این کار رو دارید انجام میدین، بین چند ساعت تا حالا تا 1-2 روز معمولا زمان میبره که این پروسه باز تایید بشه از سمت گوگل و ایمیل تاییدیه هم باز از سمت خود گوگل براتون ارسال میشه، مثل همین ایمیل تایید ثبت اولیه که انجام دادیم. در صورتی که ویرایش هم، درخواست ویرایش هم ثبت بکنید، باز هم ایمیل براتون میاد، چه تایید بشه چه تایید نشه و از این طریق شما میتونید مطلع بشید که درخواست ویرایشتون انجام شده. پس الان تا به اینجای کار ما نقشمون ثبت شد و اصلا گوگل مپ رو میذاریم کنار، تمام شد لوکیشن. میریم سراغ اپلیکیشن های بعدی. مثلا ما میخوایم توی اسنپ ثبت در واقع لوکیشن انجام بدیم. میایم اون آدرسی که در واقع توش هستیم رو پیدا میکنیم. مثلا من حالا مثل همون گوگل مپ فرض رو بر این میگیرم که در واقع کسب و کارم توی میدون فردوسی هستش. میدون فردوسی رو پیدا میکنم. خب البته یک مرحله رو من جا انداختم، عذرخواهی میکنم. میام توی در واقع خود وبسایت اسنپ و این آیکون در واقع یوزر رو کلیک میکنم روش، قسمت درخواست ویرایش نقشه. حالا توی موبایل هم دقیقاً به همین شکل هستش. اضافه کردن مکانهای عمومی، یعنی مکانهایی که وجود ندارن و من روش میزنم و اینجا در واقع سرچ میکنم میدون فردوسی. خب فرض رو بر این میگیرم که حالا کسب و کارم من مثلا لوکیشنش اینجاست. خب تایید موقعیت مکانی رو میزنم، اسم کسب و کارم، دسته‌بندی که در واقع توش دارم فعالیت میکنم، آدرسم که اینجا به صورت خودکار در واقع قید شده. اگر حالا آدرستون در واقع دقیق نبود اینجا، یعنی آدرسی که میبینید دقیق نیست، برگردید و حتما لوکیشنتون رو چک بکنید، چون این پروسه خیلی بیشتر از اون چیزی که در واقع توی گوگل مپ
در واقع اتفاق میفته طول میکشه، یعنی شاید نزدیک 1-2 هفته زمان ببره. حالا در حال حاضر که داریم این ویدیو رو ضبط میکنیم شاید نزدیک 10 روز تا 2 هفته زمان ببره که این لوکیشن تایید بشه. اگر که لوکیشن رو اشتباه یا حالا یه مقدار اینور اونور جابجا بکنید بعداً بخواید ویرایش بکنید، خب پروسه در واقع طولانی تری رو خواهید داشت. پس همون اول دقت بکنید دقیقاً اون لوکیشنی که میخواید رو پیدا بکنید، تایید رو بزنید و حالا نام و دسته‌بندی و موارد دیگر رو وارد بکنید. توضیحاتی اگر نیاز هست بنویسید. مثلا شما داخل یک کوچه هستید، بنبست سوم مثلا هستید، اینجا بهتره بنویسیم که در واقع خود بچهای اسنپ این موارد رو هم در نظر بگیرن. بعد اینکه در واقع این توضیحات و موارد رو وارد کردین، این دکمه در واقع ثبت براتون فعال میشه، روش کلیک بکنید. در واقع پروسه ثبت لوکیشن توی اسنپ هم براتون فعال میشه و حالا بعد 1-2 هفته لوکیشن شما توی اسنپ هم نشون داده میشه. دوستان، ثبت لوکیشن توی گوگل مپ و اسنپ رو تا الان در واقع با هم پیش بردیم. توی بقیه پلتفرم ها مثل بلد و حالا بقیه مسیریاب هایی که داخل ایران دارن فعالیت میکنن هم تقریبا پروسه خیلی شبیه همونه و خیلی نکته خاصی نداره. مثلا بخوایم لوکیشن رو توی در واقع نرم افزار بلد ثبت بکنیم، وارد وبسایت یا اپلیکیشنش میشیم، از این قسمت کنار وارد پروفایلمون میشیم، حالا به صورت با شماره موبایل وارد میشیم و ثبت مکان جدید رو در واقع میزنیم. مکانمون رو توی در واقع نقشه پیدا میکنیم و انتخاب این نقطه رو کلیک میکنیم و اسم کسب و کارمون، دسته‌بندی و اطلاعات تماس رو وارد میکنیم و دکمه ثبت رو کلیک میکنیم. و همین راحتی در واقع کسب و کار ما توی بلد هم ثبت میشه و حالا توی نرم افزار نشان هم دقیقاً به همین شکله. حالا بسته به مدت زمانش، مثلا حالا توی بلد شاید 1-2 روز زمان ببره، توی نشان چند روز زمان ببره که تایید بشه کسب و کارتون. و اینکه نکته خاصی نمیمونه. باز اگر سوالی در رابطه با این موضوع، بحث اضافه کردن لوکیشن توی این اپلیکیشن ها، هر سوالی موردی بود میتونید توی کامنت ها یا از طریق قسمت پشتیبانی در واقع با بچه های مارالسافت در ارتباط باشین و ما پشتیبان شما هستیم. امیدوارم از این ویدیو لذت ببرین و این ویدیو براتون کاربردی بوده باشه.